حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که برای حسیب و دیگر محصولات گوشتی اندازه اکسیزی جاری کرده شود. این پیشنهاد حالا در دست بررسی است و برخی از نهادها از آن ناراضگی کردند. از جمله خدمات ضد انحصاری میگوید اگر این تصمیم عملی شود آن میتواند به کمچین شدن محصولات گوشتی و بلند رفتن نرخ آن مساعدت کند. قیمت‌ها کشید با سودا کم تاسیس چاپ سوز میشه. مثلا آدم ارزانش میگیره 3 تا از میگیره 1 تا اگر قیمت شود یا مثلا نیم تا میگیره. در بازار و فروشگاه‌های کشور نوع‌های گوناگون حسیب و دیگر محصولات‌های گوشتی فروخته می‌شوند. هر یک از آنها خریدار خود را دارند. کلباسه ما 20 تومان سر کرده تا 38 تومان کیلوش. این کلباسه 20 تومانش بسیار دانشجو استفاده می‌برند. بعدی قیمتش هم مردم کمتر بود داشتگی. حسیب یک غذای معمولی مثال شخصانی کمتر سطح پایان‌تر، یعنی که زندگیشون از ثروتمندان پایان‌تر میباشد که حسیب‌های گوناگون را استعمال میکنند. این به گمان من تاثیر منفی خودش را به بودجه مثال عائله هر یک همان شخصان میرساند. چی طوره که خود شما نیز میبینید نزد دکان‌های گوشت فروشی نظر بر راسته فروش محصولات‌های حسیبی کم خریدارتر به نظر میرسد؟ رید کرید که این برای گو مهمون بیا بعد. اگر بازم قیمتش برای شما چی پرابلم؟ بس میکنیم گوشت خوری کلباسه خوری. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.